سرخط خبرها. توافق سازمان ملل و کشور ژاپن برای حمایت از مهاجرین افغانستانی. سازمان ملل و کشور ژاپن برای بهبود وضعیت زندگی مهاجرین افغانستانی و ایجاد زمینه‌های کاری برای آنها توافق کرده است. انجام سنجش دانش آموزان تازه وارد به مدارس. دانش آموزان تا 30 اسفند فرصت دارند تا برای آمادگی تحصیلی به مراکز سنجش مراجعه کنند. ساماندهی اتباع خارجی در استان سمنان. معاون امنیتی استان سمنان گفته که حل موضوع اتباع خارجی به زمان بیشتر نیاز دارد. و هشدار دادگستری تهران درباره حضور اتباع خارجی. دادگستری تهران طی ارسال پیامک عمومی به تلفن‌های همراه درباره حضور اتباع خارجی در اماکن عمومی و خصوصی هشدار داده است. با سلام و درود مجدد خدمت تمامی شما همراهان و دوستان گرامی، امیدواریم که جور و صحتمند باشید و در هر جایی که هستید دستگزند روزگار در امان باشید. و حال مشروع خبرها. خبر نخست ما در رابطه با توافق سازمان ملل و کشور ژاپن برای حمایت از مهاجرین و آوارگان افغانستانی است. سازمان ملل و کشور ژاپن توافق را برای حمایت از آوارگان و مهاجرین افغانستانی و کشورهای میزبان امضا کرده است. گفته شده این توافقنامه که به منظور بهبود شرایط زندگی مهاجرین و آوارگان افغانستانی و تقویت کشور میزبان امضا شده است، شامل برنامه‌های متنوع و گوناگون میباشد. در چارچوب این برنامه‌ها تولید ابریشم و قالین بافی، ایجاد گلخانه‌ها و تولید لبنیات و عنوان راهکارهای اصلی مطرح شده است. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های آواره و مهاجر کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد در کشور میزبان نیز فراهم می‌آورد. سازمان ملل و کشور ژاپن ابراز امیدواری کردند که با اجرای این برنامه‌ها شرایط زندگی آوارگان افغانستانی بهبود یابد و به ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه و کشورهای میزبان کمک کند. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفته که کودکان 7 ساله برای سنجش آمادگی تحصیلی و ثبت نام در مدارس فقط تا پایان اسفند ماه فرصت دارند. سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس این سازمان از عدم مراجعه حدود 500,000 کودک تازه وارد به مدرسه و مراکز سنجش آمادگی تحصیلی خبر داده است. او در خصوص اتباع خارجی گفته که برای دانش آموزان اتباع خارجی و دانش آموزان بدون هویت مشخص، همچنین سایر دانش آموزانی که امکان استفاده از سامانه سیرت دور را ندارند، فرایند سنجش تحصیلی به طور مستقیم در مراکز جامع سنجش انجام خواهد شد. در این موارد برای ثبت نام دانش آموزان اتباع و بدون هویت مشخص در مدارس داشتن مدارک هویتی الزامی است. لازم به ذکر است که والدین باید هر چه سریعتر برای انجام سنجش آمادگی تحصیلی فرزندان خود اقدام کنند تا از مشکلات احتمالی در فرایند ثبت نام و تخصیص کتاب‌های درسی جلوگیری شود. و خبری دیگر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفته که معضل اتباع خارجی در این استان یک شبه حل نمی شود و نیازمند زمان است. محمود قدرتی افزوده که ساماندهی اتباع خارجی از ابتدای امسال مورد پیگیری قرار گرفت و تاکنون ادامه دارد. قدرتی اضافه کرده برای پیشبرد روند کاری به طور سریع مردم باید در این راستا همکاری کنند. و خبری اخیر، معرفی سرپرست اداره کل امور اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی است. سید جعفر سیدآبادی با حضور سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری خراسان رضوی و عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شده است. در این مراسم از خدمات و تلاش‌های حسین شرافتی در مدت زمان مسئولیت وی قدردانی ویژه به عمل آمده است.